این جعفر دانشه، معلم 55 ساله‌ای که در فردوس خراسان به 18 تا دختر بچه 11 ساله تجاوز کرد. بارها از جنایات بیماران پدوفیلیا در نقاط مختلف دنیا شنیدیم. این جانیان در همه جا با بالاترین درجات مجازات میشن، اما حاکمیت ولایت وقیح داستان دیگه ای داره. شگفت زده میشین اگه بدونین که این متجاوز خراسانی 1 سال پیش هم پرونده تجاوز به کودکان داشته، اما خبری از مجازات نبوده و همچنان به تدریس خصوصی دختران ادامه داده. شگفت زده تر زمانی میشینین که بدونین دادگاه فقط برای 5 سال برای تجاوز به 18 تا دختر بچه برای این جانی حبس بریده. علت چیه؟ صیغه، همون تبصره‌ای که معلم جانی از اون تو دادگاه استفاده کرده. بگو تو قطاری نیستی که من بخوام باش مسافرت برم به مقصد برسم. تو یه قطار شهربازی، تو یه نیازی داری، منم یه نیازی دارم، میایم برطرف کنیم. چون صادقه مشکل دارید باش، میگه زنا بکن اما متع نکن. طبق فتوای مراجع شیعه یه مرد میتونه حتی با دختر شیرخواره هم صیغه کنه. معلم جانی هم در دادگاه همینو گفته دختران رو صیغه میکردم. تنها علت همین 5 سال مجازات هم عدم رضایت ولی کودکان بوده، وگرنه خیلی سال پیش خمینی جواز کامگیری و لمس به شهوت و آغوش گرفتن و تفخیذ یا همون لاپایی رو داده بوده، هرچند دختر شیرخواره باشه. #اینجا خونه فساده، توف شرف نداشتتون.